بله. یوسف چطور هستی؟ خوب هستم، دموتر هستم، طرف شرکت میرم. خوب است. ما با خودم فکر کردم که شاید سر تو زیاد فشار آوردیم. معذرت میخوایم. ما بدون تو تحمل کردن نمیتونم. یوسف اگه شب اینجا بیایی که با هم غذا بخوریم خوش میشم، میایی؟ درست است، میایم. درست است. با هم غذای مورد علاقه تا آماده میکنم، اما قبل بده که در بیرون چیزی نخوری. درست است، میایم. باز شب میبینیم. سعی زمان وقت نکنی. یعنی نمیخوایم غذا سرد شود. خب درست است، میبوسمت. خداحافظ. مام. چرا درکم نمیکنین پدر؟ این کار کردن نمیتونین. میفهمی که من این کار کردن نمیتونم، به خاطر که تو گپ ما گوش نمیکنی، به خاطر که تو در کنار کسایی هستی که همیشه برات ضرر میرسانن. حال فهمیدی چی میگم باده؟ شاید تو در مورد خود فکر نمیکنی، اما من آینده خود و آینده تجارت ما به هیچ وجه در کنار اینا به خطر انداخته نمیتونم. پدر لطفاً این کار نکنین. این پایان رابطه ما و یوسف خواد بود. اگر پایان رابطتان ده همی است من این کار میکنم. باز تو طفل ای آدم در بطنت پرورش میدی. یک شراکت در مقابل قسم یک پیوند چی ارزش داره؟ پدر میخواین نواستون به سلامتی به دنیا بیایه یا نه؟ تو میخوایی چی بگویی باده؟ ببینن من خوب نیستم. وقتی رابطم با یوسف خراب میشه صحتم زیادتر خراب میشه. از اینقدر غم زیاد طفل متاثر خواهد شد. به خاطر که او رو چیزی نشه بسیار میترسم. لطفاً حداقل تا متولد شدن این طفل به ما و یوسف یک شانس بدین. ببینن من باور دارم که یوسف تمام خطاهای خود جبران میکنه. بیازو حالیان به خاطر همین موضوع کوشش میکنه. همراهتون وعده میکنم کل چیز خوب میشه، باور کنین. این قبلا هم امتحان کردیم دختره، اما دیدیم که نمیشه. همونطور نیست؟ پدر شما عشق یک بار درک کردین. میفهمین که چی احساسی هست. مادر ما دیوانوار دوست داشتین تا نیستین او را فراموش کنین. لطفاً این کار همراهیم نکنین. لطفاً مرا درک کنین. ازتان میخوایم حداقل تا متولد شدن طفل به عشق و زندگیم یک فرصت دیگه بدین. خوش آمدی خاله. خوش باشی. کسی در مورد من نپرسید؟ شکر که بالاخره راه خانه تا پیدا کردی سلطانه. خانم حمیده تو کجا هستی از برای خدا سلطانه؟ با مارکت رفته بودم. با ما دروغ نگو. حالا داخل بیا. دروازه رام بسته کو.
همراه او یک جای بودیم تو نیست؟ ماشاءالله در 1 ساعت هم اونجا میرسی و هم اینجا. چطور؟ به خاطر خبر گرفتن و خبر دادن؟ خیرت باشه. تو تشویش چی رو داری؟ کاری را که میخواستن همو قسم شد. خدا را شکر حال در بین مردم آمده میتونه. من خو گفتم کل چیز برات گفته. پس چی میکرد ها؟ من مثل مادرش هستم. اگه به من نگویه پس به کی بگویه خانم؟ دیگه کسی خو نداره. پس ایران میفهمی که یلماز خان و یوسف باید در مورد ای اظهارات با هم یک بار گپ بزنن. تو حتما در این کارم کدام مقصد داری خانم حمیده. توی از مکده بهتر میفهمی. تو چی گفته میری سلطانه؟ واضحی برم بگو. پلیس در همه جا گردش میکنه. همین که جونیت پیدا کردن دستگیرش میکنن. بعد از این هر بلایی که آمد سر جونیت میایی یا از برکت تو. ای گپا خو من میفهمم. یلماز خان امرای یوسف گپ میزنه. ایران برات گفتم. مام کوشش میکنم من میره برات بفهمونم. اگه یلماز خان بگویه یا نگویه بالاخره این قضیه برملا خواهد شد. ما خازه قدر عجله کردن چیزی رو نفهمیدم خانم حمیده. سلطانه جان، به چیزهایی که عقلت نمیرسه مداخله نکو ها. و هیچ موضوع از هیچ کس پنهان نیست. دلت جمع باشه. خدا را شکر. پس چرا قدر پریشان هستی؟ ها؟ چرا به تشویش هستی؟ خدایا، اوه خدایا، تو مشکلات دور داشته باش. خدایا. منور؟ مادر جان، دیشب یک دوستم عروسیش بود، از او خاطر کم نوقت آمدم. شارژ موبایلم خلاص شده بود. کار خوبی کردی دخترم. تبریک باشه. از خوشی میخوایم پرواز کنم. پشت تیغ شدیم. میخوایم زودتر شب شود تا تو را ببینم. میبخشی که زیاد منتظر ماندی یوسف. مهم نیست. پدرم هست دیگه. او هم خدا حق به جانب فکر میکنن. کاملا معلوم است که در این اواخر کل ما پریشان شدیم. با مرور زمان تمام چیز درست میشه. قبل از آمدن شما همراه دادستان گپ زدم. تاریخ دادگاه هنوز معین نشده. آقا جنیته به خاطر اظهاراتش به زودی به حوزه میخوایم. اما گفتین تاریخش معین نیست، همه تو نیست؟ نه خیر، هنوز تاریخ معین نشده. خب در مورد اظهارات جدید آقا جنید چی فکر میکنین؟ یعنی همراه اظهارات قبلیش مطابقت خواهد داشت یا که کم فرق داره؟ چطور؟ نه خیر، ما هنوز همراهش گپ نزدیم وکیل صاحب. راستش ما شما رو به خاطر یک موضوع دیگه اینجا خواستیم. بفرمایین، گوش میکنم یلماز خان. قبل از مردن میخوایم ثروت خود به تمام اولادم تقسیم کنم. مرا ببخشین یلماز خان، اما این تصمیم شما مرا کمی حیران ساخت. چی رو میپولی سلطانه؟
میخواستم کمی شیرینی بیارم یلماز خان، اما نمیفهمم دخترها در کجا ماندن. هیچ لازم نیست سلطانه، زنده باشی. وقتی میرفتی دروازه رم درست بسته کن. خب سنم زیاد شده دیگه. وقتش از که در این موارد فکر کنم. بیازو وقتی سرم حمله آمده بود در موردش بسیار فکر کردم. باید این موضوع را زودتر حل بسازم که راحت شوم، یک دین از ادا شوه. نه خیر یلماز خان، خداوند براتان عمر بده. ما شما را به خاطر همین موضوع اینجا خواستیم وکیل صاحب. ما بغیر از کسایی که در خانوادیم هستن میخوایم که قسمتش به کسی دیگام بتون. او بچه در خانه ما کار میکنه، نامش یلماز است. میخوایم او هم در جمع وارثین ما شامل شود. عمر دراز است یلماز بچه، من همیال یادت کدام. مرا میکردین خاله؟ چطور که مرا یاد کردین؟ به خاطر که شوربا آماده کردیم، گفتم یلماز بچه بیای یک جای نوش جان کنیم، از همین خاطر. درست است میخورم. اینا را میمانم زود پس میم خاله. درست است بچه. وقتی که گپا بشنوی باز وقت دانت باز میمانه حمیده. خسته نباشین. زنده باشین. توبه استغفرالله. میبخشی دخترم. با دختر مرحوم همسایه ما بسیار شباهت داری، اما خداوند به تو عمر طویل نصیب کنه دخترم. کاکا صالح، محمود دختر هستم. کاکا صالح آرام باشین. انگین جان، شما اوراق لازم آمده کده بیارین، ما امضا میکنم. درست است؟ درست است یلماز خان، درست است. یوسف خان، خوش آمدین. خیرت باشه پدر. از دادستانی به خاطر اظهارات جدید هشدار صادر شده بود. انگین جان زنده باشه، ما را زودتر با خبر ساخت بشیم.
درست است، ما در بالا هستم، باز گپ میزنیم. روزتان بخیر. خداحافظ. به شما. نه دخترم، آقا جلال چطور بود؟ خوب بود انشالله؟ البته، یعنی وقتی که مرا دید بهتر شد. اما مگه در این روزا یک بار زنگ زده احوالش بگیریم بسیار خوب میشه، اما هیچ وقت پیدا نمیکنم. پدر، میخواستم به شما یک گپ بگویم. چرا نه دخترم، بفرم. میفهمین که مناسبات یوسف و پدر مقدر خوب نیست. شما به غذای شب دعوتشان کنین، گپتون رد نمیکنن، شاید اقسم آشتی کنن. بسیار فکر خوبی کردی دخترم، اما در این وقت اگه زنگ بزنم بد است. فردا شب دعوتش میکنم، درست است؟ نخیر، بیازو همیاریان بسیار ناوقت شده، در بینشان بسیار فاصله ایجاد شده. درست است دخترم، تو هم راست میگی. ما با پدرت زنگ میزنم. با خاطر غذای شب حالا برش خبر میتیم. بچیم، آقا جلال تنها خسرو تو خونه میشه. او شریک کاربار مام است. در قسم مواقع حل شدن هر چیز زودتر مشکلات مفید واقع میشه. تو نمیبینی که بادام از این موضوع چقدر ناراحت است؟ با این ملاقات های عجولانه هیچ چیز جور نمیشه. از این کدام بدتر خواهد شد، چرا نمیفهمین؟ ما به او آدم من حس یک پدر حق میتم، درست است، اما یه چیز او آدم خوشم نمیایه. بچیم، به همو اندازه‌ای که باد از این گپ ناراحت است، به همو اندازه تو هم هستی. باز در قسم مواقع مشکلات پیش از اینکه ریشه دار شوند باید حل شود. ریشه دار شدن چی پدر؟ دیگه چی قسم دوام پیدا کنه؟ ما با او آدم نمیتونم در یک میز بشینم. دخترم بسیار مقبول شدی. زنده باشین پدر جان، بسیار تشکر. تو خود کدام برنامه دیگه نداشتی همه تو نیست؟ حالا بخیزین که پایین بریم. دخترها برای ما یک قهوه بسیار مزه‌دار آماده کنن ها؟ حالا منور دخترم، امشب آقا جلالشان به غذا خوردن میاین. به مادرت بگو که در پایین منتظر هستیم، درست است؟
آقا رشید؟ آقا رشید؟ شما کجاستین؟ آقا رشید؟ 3 بار شد، 4 بار شد، چند بار شد؟ یعنی همیشه همین قسم تکرار میکنیم. همین را میگم دیگه. خیرت باشه خانم سلطانه. دایی وقت شب اینجا چی میکنین؟ میشه 1-2 دقیقه اجازه بتین؟ زود پس میایم. یلماس خان خیرت باشه. چی که پس که مرا خواستی؟ چیزی نه. چند دقیقه بعد آقا جلالشون به غذا خوردن اینجا میان. چی؟ دختر من چرا از این چیز خبر ندارم؟ مادر کی خبر داره؟ خانم امیده، من فکر کردم سلطانه خواهر قبل از رفتن خود براتون گفته. سلطانه کجا رفته؟ راستش خانم گفت یکی از دوستاش مریض شده، بعد دیدن او میره. ها بسیار خوب است. اینجا فقط کاروانسرایی باشه. 1 دقیقه آرامش نمیگیره. تو چطور هستی دختر مقبولم؟ ها امروز هیچ گپ زدن نتانستی؟ تشکر، خوب هستم مادر جان. به نظرم که آمدم. پدر جان خوش آمدین. شام بخیر، خوش آمدین. زنده باشین. مادر. دخترم خوش آمدین. خوش آمدین آقا جلال. خوش آمدین. خوش آمدین مادر. بسیار زیاد خوش آمدین. خوش باشین یلماس خان. بفرمایید. خوش آمدین. بفرمایید. میبخشین اکی منتظر مندین خانم سلطان. کدام گپ نیست. پیش از آمدنتان میخواستم لباسای ما تبدیل کنم، از این خاطر به او حالت بودم. راستش من باید ازتان معذرت بخوایم. پیش از آمدن خود باید برتان زنگ میزدم، اما هیچ به فکرم نامد. به هر صورت خیرت باشه. شما در اینجا چی کار داشتین؟ آقا رشید، من میخواستم میره بگم که امشب خانه نیا. خوب، اما چرا؟ وضعیت خواهرم هیچ خوب نیست، بسیار مریض شده. شفا باشه. راستش من به این گپش باور کردن نتانستم. بیازو مریض بود، حال وضعیتش دگام بدتر شده. چی کنم دیگه؟ اون روزه که پلیس آمده بودن شب تا صبح بیچاره در باغچه بود. خوب اگه به احتیاطی کنه باز عاقبتش همی از دیگه. بله بسیار صرفه میکنه. از او خاطر پیش دکتر رفتیم، باز اونا برشان دوا داد. خداوند شفای عاجل نصیبش کنه. آمین. فردا خواهرم میخواه به قریه پیش خویشاونده خود برگرده، یعنی از اینجا میره. من میگم که شما امشب اینجا باشین.
فردا همه که خواهرم رفت من خودم خانه را پاک و منظم میکنم. شاید میکروبی شده باشه. خدا نخواسته شما مریض نشین آقا. بسیار تشکر خانم سلطانه. خدا با زحمت نسازین. نه خیر جانم، زحمت چی؟ من از کار نمیترسم، شما تشویش نکنین، حلش میکنم. من باید برم، نه وقت شده. من اینا رو به شما آورده بودم، حالا که مانده بود که پس ببرمشان. اینا از شماست. اینا چی هستن؟ گفتم شاید امشب اینجا باشین، باز حتما آمادگیام نگرفتین، از این خاطر براتون کمی غذا آوردم آقا رشید. خدا چرا به زحمت ساختین؟ خب شما خودتان خوردین؟ چی؟ غذا؟ نه خیر، با شما اشتهای خوب میخوایم. در این صورت لطفا نرین، با هم غذا میخوریم. درست است، درست است، درست است. بفرمایید. بفرمایید بشینید. شورباها رو میبینین؟ خوب هستی؟ بفرمایید آقا جلال. راستشی دعوتتان کمه، ما را غافلگیر ساخت خانم. اگه خانم سوزان اینقدر اصرار نمیکردن باز امکان داشت که کدام شب دیگه بیاییم. آقا جلال هر وقتی که خواسته باشین آمده میتونین. شما سر چشمای ما جای دارین، ما خواهل با هم خیش هستیم. بله. چطور هستین خانم سوزان؟ خوب هستم. ماشاءالله. به نظرم بسیار خوب میشه که این قسم مهمانی را همیشه تکرار کنیم. بسیار وقت میشه میخوایم گرده هم بشینیم اما جنجال زیاده زمان به ما اجازه را نمیده. یولماز خان، در یک خانه هم اتفاقات خوش رخ میده هم ناخوشایند، اما تو نیست. مهم این است که هر کدامش را درست سپری کنیم. همه چیز بسیار خوب خواهد شد، باز میبینیم. فقط نواسگه که ما یک بار تولد شود. خب منور، رابطه همراه پدرم چطور پیش میره؟ کار کردن با پدرم بسیار مشکل است. تو رو هم خسته میسازه؟ کار چی؟ من فکر میکردم که تو خبر داری منور همراه پدرم کار میکنه. ما چرا باید حالا خبر شوم؟ فکر میکردم خواهر دیگه به برات گفته باشه. بله یوسف جان، پدرت راست میگه. یعنی یکی از ما حتما باید برات میگفتیم، اما یاد ما رفت دیگه بچیم. به هر صورت وقتی منور به کار شروع کرد سر پدرت حمله قلبی آمد و بعد از اون خودت دیگه میفهمی یک عالم جنجال سر ما آمد. بیادر جان، مادرم راست میگه، فقط کار میکنیم، اقدر گپ مهم نیست. باز ما هم دیروز برات گفتم که سر کار آمدیم. ما هیچ متوجه نشدیم. تو در گذشته یک بار خانه ما آمده بودی اما تو نیست؟
بشنو که برای چی میگم. همه قسم یک رستوران باز میکنیم. آشپزای ورزیده را استخدام میکنیم. نه خیر جانم، من زیاد اینجا بودن نمیتونم. چرا بیادر؟ تو خوب میفهمی که این یک شهر خورده است. با هم مقابل میشیم و من تحمل کردن نمیتونم و یوسف خواهد کشتم. باز قاتل میشم عادل. همی که موضوع حل شد باز از اینجا میرم. جون تویان؟ خودم هستم، بفرمایید. از شما شکایت شده، باید امرای ما به حوزه بیایین. خیریت باشه امرایی که ما چی کردیم؟ ایره باز بعدن خود فهمیدین. بفرمایید. چی گپ شده؟ با چی بفهمم بیادر جان؟ ما را ببخشید. خانم سوزان همیشه در شناخته اشخاص اشتباه میکنن. امشبم اینا بادر منور فکر کرده بودن. نه خیر جلال، این دختر در خانه ما بود. مرا به تخت خوابم برد. بسیار خوب رویه میکرد. درست است مادر جان، شما راست میگین. حتما پدرم اشتباه کردن. درست است اولادا. بلی از خدا پشتش نکردین. من بعضی وقتا اشتباه میبینم، نامارا اشتباه میکنم، چهره ها را فراموش میکنم. سلام به همگی. خوش آمدین. ما خب برات گفته بودم که امشب مهمان داریم بچیم. مهم نیست آقا حسن. اما ما یک بهانه قناعت بخش دارم پدر. بلینم متعجب خواهد شد. میخوایم این لحظه باید ماندنی را با خانوادیم شریک بسازم. مدت کمی میشه که ما هم دیگر میشناسیم، اما ما میخوایم که یک عمر با تو باشیم پیلی. امرایم ازدواج میکنی؟ محمد امشب مرا بسیار متعجب ساختی. این شوخه کمکی بارم متعجب ساخته دخترم. آرزو میکنم که سالهای سال خوش باشین دختر. تبریک باشه بچه کاکا. زنده باشی بچه کاکا.
خوشبخت باشی دخترم. زنده باشی. ای دو جوان بایی خبرشان ما را بسیار خوش ساختن. انشالله که عروسیتونم خواد دیدم. باز او وقت ما به شما خانه مستقل را که دعوانوس از صوف همیتون بشیم. بعد از عروسی با او خانه برین و زندگی نوتانه با خوشی شروع کنین. فهمیدی بچه؟ بسیار تشکر، مرا شرمنده می سازین. خواهش میکنم. خب عروس مقبول، یک بار خب پیش مام بیا. جانم چقدر شیرین هستی. تبریک میگم برات یک بسیار تانی. تشکر. خب آقا محمد، تو هم خپک زیر بوریا بر آمدی ها؟ بیا در پالیم بیشی. میفهمی چی به یادم آمد جلال؟ به خاطر عروسی کردن با ما پیش روی دروازه را با گل فرش کرده بودی. دخترم کجا میری؟ مادر یک بار پیش دخترم میرم ببینم که چرا خساره نمیره. درست است جانم. خب محمد جان، عروسی چی وقت است؟ اگه خدا بخواه با زودترین فرصت خانم کاکا. هرچند تا حالا همراه پلینم گپ نزدیم. هنوزم باورش برام سخت است. از این خاطر چیزی گفتن نمیکنم. من با اجازهتان پس میام. درست است. کل ما را متعجب ساختی محمد. ها کل چیز آماده است، فقط تو کم هستی. من میرم یک نوشیدنی میارم که خوشی را با هم تجلیل بعد کنیم. صبر کنین. من میارم، شما بشینید. حمیده جان، باید غم دختر ما رو بخوری. با خدایی جنجالا که اجازه میته یلماز خان. همه چیز خوب میشه انشالله. جمیله، حالا میایم. تو چی میکنی؟ معذرت میخوایم منور. نمیخواستم قسم شود. آی زنده باشه ناقا رشید. شما حتما مذاق میکنین، همه تو نیست؟ ما خوب میفهمم که شما به خاطر خوش ساختن من گپا میگین. به خدا راست میگم، باور نمیکنین، خوب خنده کنین. اما خوب میفهمین که من چی میگم. تا که به چشمایم نبینم باور نمیکنم. پس یک روز با مزربیه که اسب سواری را یادت بتم. بسیار خوب، درست است. من دیگه میرم. میشه که نرین؟ هنوز چایم دم نکدیم. وقتی به مزرعه آمدم باز یک جای چای می نوشیم، درست است؟ خوب درست است. دستایتان درد نکنه. غذا بسیار مزه‌دار بود. وقتی که اینا را شستم باز خودم براتان میارم. میفهمم که یک آدمی حساس هستین، اما براتان یک گپ میگم. خواهرم فردا بعد از چاش از خانه میره. تا او وقت شما را از خانه تان دور نگاه میکنم. آقا رشید خیر است. بانین که ما بپوشانمتان. با اجازه تان. شما به زحمت میشین، اما خواهش میکنم. زنده باشید.
خب ما دیگه میرم. شب بخیر. کل چیز به خاطر نواسیم است. تا تولد شدنش باید این وضعیت رو تحمل کنم. درست است پدر. همه چیز بسیار عالی بود. قربان قدم هایتان. بازم منتظر آمدنتان می باشیم. خدا حافظ. خانم امیده از حوزه زنگ زدن. بله؟ شب بخیر. آمر مراد از حوزه مرکزی صحبت میکنم. خانم امیده میخوایم امرای الماس خان گپ بزنم. اما فعلا اونا مصروف هستن. چی شده؟ جونیت اویان کسی که یوسف خان ازش شکایت کرده بود با خاطر یک شکایت دیگه به حوزه آورده شده. میخواستم به الماس خان خبر بدم. یلماس خان. اوه چی روزی بود. با خدا چی روزی بود. در گل صبح یک بار گپ زدیم، دوباره هیچ نتونستیم گپ بزنیم. بله یکی آمد و یکی رفت. سر صبح وکیلت. باز موضوع ازدواج محمد. این روز قسم سپری کردم که هیچ نفهمیدم به خدا. به هر صورت حالا که او کار دیگر حل کردیم بسیار خوش هستم. تو چی میگی بلیاز خدا حمیده؟ کدام کار خلاص کردی؟ یلماس خان کار رفتن هوا به اوزه و دادن اظهاراتش میگم دیگه. تو خو همراه یوسف و چیم گپ زدینی؟ چی گفتی؟ اظهارات چی؟ ما به یوسف چی گفتی؟ حمیده ما به تو نگفتم که این کار هرگز امکان نداره.
برات نگفتم که باید منتظر تصمیم یوسف باشیم. جانم ما برات نگفتم که اصرار کو ها؟ بعد از تو هوا برم زنگ زد گفت همراه یوسف گپ زدیم. بله از امی خاطر مام دست دختره گرفته به حوزه بردم. حمیده من خب برای بار دوم همراه یوسف گپ نزدیم. ای قسم نگو. آی یلماز خان، آی تو به خدایا، به خدا قسم ای دختر باز منو ده کدام بلا مندازه. آی حال چی کنم یلماز خان؟ حمیده این موضوع را از سر تا آخر واضح برم بگو. تو به خدایا. چطور یعنی؟ هوا اظهارات خود داد و تمام گناه ها را به گردن جونیت انداخت، همه طور است؟ تو به خدایا، ای امیده لوده، ای امیده بیچاره، تو چقدر یک زن بیعقل هستی. ای دختر رسما مرا فریب داد، میبینی یلماز خان؟ ای حال دیگه خود از بین خود بردم. بس از دیگه حمیده، بیا از او کار خود انجام دادی، حال با من خود پشیمان وانمود نساز. ای خیر باشه یلماز خان، تو هیچ وقت آدم درک نمی کنی. اعصاب من خراب نساز حمیده. بیا از او اگه تو راست میگفتی باز اول آمده با من میگفتی که یوسف بچه ما قبول کرده، باز حوزه میرفتیم. اما نخیر تو پیش من آمدی با من چیزی نگفتی و راستن پیش او دختر رفتی. اما یلماز خان، اما نداره دیگه حمیده، اما ماما نداره. میفهمیدی که من امرای یوسف گپ میزنم، از این خاطر ده گل صبح از خانه برآمدی و کوشش کردی که او دختره با گپای دروغیت فریب بتی. همه تو نیست حمیده، برم بگونی. آی حمیده تو چه قسم یک زن هستی ها؟ به خاطر که خدا نجات بتی هیچ کس در نظر نمیگیری، هیچ کس ها؟ هیچ کس برات ارزش نداره، همه تو نیست. کجا میری جانم؟ کمی قدم میزنم. یوسف چی شده؟ برم گفته بودی او موضوع را قبول نمیکنی. گفتی هیچ کس مقصر فکر نمیکنی. خب هوا رفته و اظهارات خود داده. مرا چقدر میشناسی یلماز خان؟ کل چیز درباره‌ام فهمیدی. هر چی نباشه 40 سال با هم بودیم. گفتنش بسیار آسان است، اما میخوایم یک گپ بفهمی. اما همه چیزه به خاطر خوشی و خوشبختی بچیم انجام دادیم. نمیخواستم که زندگی بچیم تباه شود. میفهمم که این کارم اشتباه بود یلماز خان. گناه بزرگ را انجام دادیم که هیچ وقت قابل بخشش نیست. اما نمیخوایم به خاطر اشتباهیم یک عمر در زندان بپوسم یلماز خان. لطفاً به من کمک کن یلماز خان، لطفاً.
اگر یک بار یوسف بفهمه که به او چقدر دروغ بزرگ گفتی، مرا از زندگیش پاک میکنه، مرا از قلبش بیرون میکنه. یلماز خان، ایره تحمل کده نمیتونم، تحمل کده نمیتونم. من خود مردم. دی باره باید قبلا فکر میکدی خانم حمیده. پس مرا همیاله بکش یلماز خان و این موضوع را بسته کن. از این بدبختی مرا نجات بده، چون واقعا دیگه قسم زندگی کده نمیتونم. لطفا مرا کمک کن. بیبی حمیده، قسمی که گفتم از همین لحظه باید همه چیز تغییر کنه، فهمیدی؟ دیگه چیز نمیگم. در کار یوسف به هیچ دلیل مداخله نمی کنی حمیده، و هر گپی که گفتم فقط در مقابلش ها میگی. گپ ما فهمیدی؟ پدر وقت دارین؟ داخل بیا. هوا اظهارات خود داده ای راست است؟ متاسفانه می قسم است. او چطوری کار کرد پدر؟ مادرت خواسته که هوا را از دیگه با خبر بسازه و صبح وقت رفته پلان ما را به او گفته. مادرم باز کار خود کرد. نگفتم که نباید خبر شود؟ درست است بچی، مادرت اشتباه کرده که رفته برش همه چیزه گفته، اما یک چیز دیگه هم برش گفته که یوسف گپ هرگز قبول نداره. فکر کرده که شاید هوا تو را قانی ساخته بتونه بچیم. وقتی میفهمیده ما قبول نکردیم باز چرا رفته اظهارات داده؟ اما هوا برای ما گفته که تو قبول داری بچیم. گفت تو برش خبر دادی که مادرمه گرفته، برین و اظهارات بتین. از همین خاطر مادرتان پیش او رفته همه چیزا گفته. یوسف کجا میری؟ یلماز خان زنده باشی. زنده باشی. خوش آمدی یوسف. زیاد خوش نامده. چی شده؟ تصمیم من برات هیچ ارزش نداره هوا. نفهمیدم تو چی میگی؟ منظورت چی است؟ گناه مادرم سر کس دیگه مندازی و این کارا به خبر از من انجام میتی. همه نیست؟ تو چرا سر دل خود رفته اظهارات دادی هوا؟ تو چقدر ساده هستی محمد. چقدر وقت میشه که این تصمیم داشتی ها؟ به خاطر که میترسیدی رد نکنم در مقابل تمام خانوادت برام پیشنهاد دادی. همه تو راست نی؟ محمد بسیار خوش هستم. باده؟ تو اینجا چی میکنی؟ تعجب کردی؟ باده
هنوزم به خود نامدی؟ چرا این کارا میکنی تو؟ چرا؟ ما چرا از هم جدا شدیم؟ یوسف بگو چرا جدا شدیم؟ با خاطر که تو مرا بسیار فریب دادی. با یاد آوردی؟ یوسف گوش که من چی میگم؟ تو اول گپ مرا بشنو. برام دروغ گفتی، من تو را بخشیدم. با خانم و مادرم مقابله کردم. خواستم با تو باشم، اما تو چی کردی؟ یوسف من فکر میکردم تو خبر داری، با من همین قسم گفتن. من به خاطر آسان ساختن کار تو اونجا رفتم. همین قسم کار مرا آسان ساختی؟ ها؟ از همین خاطر بابا گفتی که یک جای هستیم؟ کار ما آسان ساخته. جونت چرا به خانه را دادی؟ ها؟ از همین خاطر که سرشی گناه را بندازی؟ با مادرم هم گفتی که یوسف خانه ساختیم. خوب کردی؟ یوسف قسم میخورم این قسم یک گپ برشان نگفتیم. چیزی نگفتیم. خود مادرت اینجا آمد گفت که یوسف خبر داره. حتی گفت یلماز خان در شرکت کار داشت و یوسف هم آمده نمیتونه. تنها آمدیم. گفت ما 2 نفر میریم و این کار خلاص میکنیم. چی میکردم؟ بالاش اعتماد کردم. تو مرا نمیشناسی، ما چطور با این کار اجازه میتم؟ ما برات نگفته بودم؟ ها؟ نگفته بودم که هر دوی ما هم دست میباشیم؟ نگفتم هر کس مجرم باشه به سزای اعمالش میرسه؟ سر دل خود چرا کار میکنی هوا؟ یوسف من فکر میکردم تو از کل چیز خبر داری. چرا نمیفهمی؟ من به خاطر که نمیخواستم تو رو ناراحت بسازم برات زنگ نزدم. به خاطر که تو با مادرت درگیر نشی خودم همراه مادرت گپ زدم. من گفتم شما رو میبخشم، کافیست که یوسف خوش باشه، فقط همین. اما من از این گپام خبر ندارم. یوسف باور کن. چطور باور کنم؟ تمام کوشش های ما نقش برآب شد. سر ما چی حالاته که نامد؟ آنوزم دست بردار نیستی. یوسف کافیست دیگه نمیخوایم چیزا بشنوم. یوسف گپ ما گوش کن. یقدر دروغ بزرگ تحمل کردن نمیتونم. بسیار سنگین است. ما دیگه با تو بودن نمیتونم. یوسف صبر کن. صبر کن نرو. نرو. از من روی نگردان. بدون شنیدن گپایم نرو. یوسف مادرت همراه ما بازی میکنه. این کار نکن. خدا میفهمم مادرت چی گفته که باور کرده و پیش ما این قسم آمدی. با من اعتماد کن. ببین اگر میخوای همراهت به قصر میایم. همراه مادرت روبرو میشم. ولی این کار نکن لطفا. یک بار دیگه من از بین نبر یوسف. نه که تو عقلت از دست دادی بادا. میفهمم میخواستم برای تو حماقت معلوم بشه محمد. میفهمم اما من چی کنم باور کن دیگه چاره ندارم. اگه زبان مادر میگپم میشنیدم اینجا نمی آمدم. ها؟ مادرم همه چیزا برام گفت. ای که چطور مادرم قناعت دادی، ای که چطور رفتی اظهارات دادی. چی؟ پدرت گفت؟ بله پدرم. ولای کسی که اعتماد کامل دارم. چی شد؟
چیزی به گفتن نداری؟ یوسف دروغ است. دروغ است. به خدا قسم میخورم که دروغ است. نمیفهمم که یلماز خان چوری کار کرده، چوری گپا را برات گفته، اما دروغ است یوسف. دروغ است. شاید مادرت برشی قسم گفته و فریبش داده، اما دروغ است. وقتی میفهمی مادرم همگی را فریب داده میتونه، پس چطور رفته اظهارات دادی؟ تو چرا گوش نمی کنی؟ چرا نمیفهمی؟ اونا فقط میخواین نامشانه، اعتبارشانه، عزتشانه حفظ کنن. در قصه ما تو نیستن. لطفا به گپم باور کن. به این گپ برشان نگفتیم، منو فریب دادن. بس از دیگه هوا، لطفا بس کن. در اصل تو باید بس کنی. لطفا همراه ما این کار نکن. من فقط از همین خاطر میخواستم از اینجا فرار کنم یوسف. به خاطری که یک روز تو در چشمایم امی قسم سعی نکنی و سرم به اعتماد نشی، میخواستم برم. یک بار نه، اگه 1000 بارم بعد از این جان من را بگیرن، یک قطع خون من هم میرزه یوسف، چرا که ما از بین رفتیم. اما اگه تو هم به من اعتماد نکنی، من بر همیشه میمرم. ما هیچ کاری نکردیم، این حالت تو به بار آوردی. من هیچ تقصیری ندارم. یوسف به چشمایم سیل کن. لطفا طرف چشمایم سیل کن. من میتونم این قسم یک کار کنم. تو کل چیز مستی یوسف. تو دنیای مستی. قربان چم اجازه ندهی قسم ما را از هم جدا کنن. لطفاً لطفاً این کار نکن یوسف. لطفاً امرای این کار نکن. این کار نکن. این کار نکن. این کار نکن. تو را از جانم کده بیشتر دوست داشتی. زندگی ما به تو وابسته است، اما تو قیمتش نفهمیدی. دیگه نمیشه هوا. هیچ دلیلی وجود نداره که ادامه بدیم. تو هم باید دیگه پا قبول کنی.